دخترم تو این خونه موندن ناراحتی؟ نه بابا. شما ناراحت نیستی؟ نه بابا. چرا دعوا کردی امروز؟ چون حامله هم دعوا رو انداخته. حامله ای؟ آره. دختر این حامله است. با این بدرفتاری نکن. خدا رو خوش نمیاد. زادی شدی؟ این شوهرش هم حتما باید مضاوط باشه. اصلا دست به این نباید بزنی. کارهای سنگین هم انجام نده. اون بچه‌ش هم رو چشم من جا داره. انشالله به امید خدا. بابا جون مامان ظرفایی که خودشون کسی کردن نمیشونن انداختن گردن من. الان چون خودش حامله نمیشه من حامله فقط دنبال بهونه است که دعوا کنه. دخترم تو خودتو ناراحت نکن، به فکر بچه تو شکمت باش. من خودم همه کارا رو میکنم، کار به این نداشته باش. پسرم الان تو چرا ناراحتی؟ به خاطر که خانم بارداره مردم هزار تا نظر و نیاز میکنن که بچه دار بشن. شما بچه خدا بهتون داده ناراضی هستی، باید خدا رو خیلی هم شکر کنی. مادر تو این وضع بیکاری بیپولی چجوری بچه بزرگ کنیم؟ ما خودمون سربارتونیم. اونم خدا بزرگه، رزق و روزی بچه دست خداست. راست میگی خداوند حلال مشکلاته. نگران نباش. اون روزش جلوتر از خودش میاد. مثل برادرت برو سرکار، یک کم فعالیت بیشتر بکن. بالاخره روزش میرسه. حتما هم میرسه. پدر من از خدام بچه داشته باشم، ولی تو کار این همه درس خوندم، این همه زحمت کشیدم، کار که نیست، همش پارتی.